طوله 800 متر يصلح لمرور السيارات. يتخلله منطقه هذه نعم يتخلله. انا از این تونل ها نزدیک داریم. بله الان می‌بینیم تدخل الجوبان. نعم هلا نشوف. يتخلله انفاق للمشاة من اجل الوصول الى الدشم. الدشم شو؟ دشم مرابط دشم سنگرهایی که برای للحراسة. دشم میشه سنگر. دیدبانی میشه. سنگرهای حفاظتی یا حراستی برای خودشون. الان نشون میدیم جای. بالاضافه لانفاق للوصول الى مرابط الهون اللي كان يستهدفه في المشاة. و علاوه مناطقی که به عنوان ایستگاه برای خمپاره اندازی به طرف شهر. نفق ثاني من نفس المكان